اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم درباره قهرگی با خویش و تبار صحبت میکنیم. چطوری که میدانیم در زمان تکنولوژی زندگی داریم و هر روز وسایل با هم پیوست شدن، حال پرسیدن، سلام علیک کردن دارد می افزاید. یک روز فقط تلفن بود، امروز شروع شد دیگر از ایما و از واتساپ و از چیزهای خیلی دیگری که با پخش کردن یک تکمچه و یا رسانیدن انگشت خود به بالای تلفن می توانیم از خویش و تبار خود احوال پرسی کنیم، تعزیه بیان کنیم، تبریک کنیم و یا حداقل فقط به خاطر اون که شاید در یک حالتی هستند که کمک می خواهند با دعای خود دل آنها را برداریم. ولی متاسفانه چقدر که در ما وسایل پیوست شدن زیاد شده ایستاده است، همان قدر قطع رابطه ها، دور شدن از همدیگر و حتی سالها و ماهها حال نپرسیدن هم زیاد شده ایستاده است. وقتی که اینترنت و تلفن نبود، بسیاری ها می گفتند یک ماه شد که من از برادرم خبر نگرفتم، یا اینکه 2 ماه می شود که خالم را ندیدم، و یا اینکه فلانی خویش و تبارم در شهر دور است، باید به زیارتشان بروم، نمیدانم احوالشان چی هست. اما امروز وقتی میدانیم در دست همه تلفن هست و می توانیم از احوالشان پرسیم، کسی از کسی سراغ نمی کند. کسی از کسی سراغ نکردن و یا احوال پرسی نکردن که این خود یک سردی رابطه ها بین خویش و تبار است، یک جای دیگر از آن هم بدترش قهرگی بین خویش و تبار هر روز دارد می افزاید. و حتی نفرانی هستند که همیشه از آن که از دشمن هراس داشته باشند و از دشمن شکایت کنند، از برادر خود، از پدر و مادر خود، از خواهر خود، از جیان خود شکایت میکنند. و کم نیستند نفرانی که میگویند من مثل او خویش و تبار ندارم، من فلانی را دیگر دیدن نمیخواهم، یا اینکه همیشه حتی در حق خویش و تبار خود دعاهای بد میکنند. با گفتن خیلی آسان است که من با فلانی قهری هستم، من دیگر با برادرم صحبت نمی کنم، من دیگر با خواهرم در سر یک دسترخوان نمی نشینم. ولی این چیز با گفتن خیلی آسان است، اما اگر نگاه کنیم از روی شریعت که الکی همه مسلمان هستیم و میدانیم که باید از روی شریعت زندگی داشته باشیم، اگر نگاه کنیم عموما حتی گناه کبیره و سبب بلاهای زیاد در خود دنیا می شود. پیش از همه وقتی به قرآن کریم نگاه میکنیم، وقتی آیت درباره قماربازان و یا مینوشان و یا زناکاران می آید، یک بار پس از آنها را الله لعنت نمی کند. اما وقتی آیت قرآن کریم درباره نفرانی که با خویش و تبار خود قهری هستند می آید، در 3 جای قرآن برابری نفرانی با خویش و تبار خود قهری را ذکر کردن، یک بار الله آنها را فساد کننده ها در روی زمین و حتی لعنت کرده است. از این آیت ها آیت 23 و 22 سوره محمد است که الله می گوید فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمی ابصارهم. شما در حقیقت گناهگار می شوید وقتی در روی زمین از قرآن روی بگردانید. و معنای دیگرش وقتی در روی زمین حکم کنید اما با ظلم حکم کنید و این چنین در روی زمین فساد را پهن کنید و با خویش و تبار خود قطع رابطه کنید.
انا این نفرانی که در روی زمین ظلم میکنند، فساد را پهن میکنند و با خویش و تبار خود قطع رابطه کردند، یا با آنها قهری هستند، یا بدخواه آنها هستند، یا حتی دیدن نمیخواهند. اولئک الذین لعنهم الله، انا اینها را الله لعنت کرده است. فاصمهم، گوشهای آنها را کر کرده است، دیگر حق را نمیشنوند، و چشمهای اینها را کور کرده است که دیگر حق را دیدن نمیتوانند. و به معنای دیگر اینها در روز قیامت کر هستند و کور هستند و عموما از حق دور هستند. عیناً مثل این آیت در سوره بقره هم هست و در سوره رعد هم هست که الله میگوید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. نفرانی که عهد و پیمان الله را میشکنند بعد از آن که وعده دادند که ما در دین الله ثابت میمانیم، و این چنین رابطه هایی که الله به آنها امر کرده است که پیوستش بدانید قطع میکنند، پاره میکنند. انا اینها در روی زمین هم فسادکار هستند و الله اینها را لعنت کرده است. پس به گفتن آسان است که من قهری شدم، من قهری هستم، دیگر با او صحبت نخواهم کرد. حتی بعضی ها میگویند به خانهش کعبه را بیارد هم به زیارتش نمیروم و چیزهای دیگر. اما این گونه انسان ها با آیت قرآن کریم دیگر لعنت شده هستند که نفری که در نزد الله ملعون است او کاملا از رحمت پروردگار دور می باشد. و این چنین بجز این که انسان پس از قهرگی با خویش و تبارش، یعنی عموما دعای بد کردن و قهرگی هایی که به خاطر اکثریت دنیا می شود. بعضی ها می گویند برای یک قطعه زمین با برادرم ما چندین سال است که قهری هستیم. بعضی ها می گویند به خاطر میراث من دیگر با پدرم مشکلی زیاد دارم. بعضی ها می گویند عروسی مرا خفه کرد، من دیگر خواهرم را دیدن نمی خواهم. بعضی ها می گویند با شوهر من مشکلی داشت، من با برادرم سلام علیک نمی کنم. یعنی اساسی جنگ و جدال هایی که بین خویش و تبار در جامعه ما هست، اون سببی فسادی یا بطلان عقیده نیست که بعضی ها پین می دارند، بلکه آن محض به سبب آن است که اکثریت به خاطر دنیا یا به خاطر مال دنیا یا به خاطر طلب آبرو یا به خاطر میراث و یا اینکه جنجال های کوچک خانوادگی که بین من و بین فلانی خبرکشی کرد یا چیزهای دیگر. برای همین وقتی نگاه میکنید در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از حدیث که در ابو داود است میگویند هر شب پنجشنبه عملهای بندگان به آسمان برآورده می شود و آنهایی که با خویش و تبار قطعی رابطه دارند قهری هستند، عملهای آنها را الله قبول نمی کند. و چی بسا نفرانی هستند که در سر جای نمازند، قرائت قرآن می کنند، روزه های نفلی دارند، از این و از آن در عملهای صالح هستند، ولی اگر هرچی عمل صالح وجود دارد اما با برادری زاده خود، با خواهر زاده خود، با پدر و مادر، با خاله، با جیان، یعنی هر کسی که از روی نسب و فامیلی با ما رابطه خویش و تباری دارد، اگر قهری شدیم این عملها قبول نمی شود موافق این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس نفران زیاده بودند که طول عمرشان عمل صالح کردند اما با برادر خود قهری بودند و حتی نفرانی را می شناسیم که همیشه در ورد قرآن دارند، همیشه از این و از آن عملهای خود تعریف میکنند اما میگویند سال هاست که با خواهرم رفت و آمد ندارم مگر اینکه در جنازه ام بیاید به خانه ام راه نمیدهم. پس بدانیم که عملهای صالحی که میکنیم خواه خیر و صدقات باشد خواه عملهای دیگر، در وقتی وجود داشتن این گونه قهرگی با یکی از فامیل خود، این عملها هیچ ثوابی در نزد الله ندارد. علاوه بر این قهرگی خیلی که گفتیم به گفتن خیلی آسان است. با یک کلمه کوچک، با یک جمله که اساساً معنی ندارد، خواهر و برادر با هم قهری می شوند و علل خصوص در ما یک مسئله خیلی عجیب است. در خود جامعه تاجیکی ما به ناگهان دو خویشاوند اگر با هم خدا شدند که یکی به دیگر دختر داد و یا از دیگر کس کلین گرفت، دو خواهر مثلا با هم خدا شدند و زندگی آن دو جوان با هم نپیوست
وقت آنها از هم جدا شدن دیگر تمام عمر این دو خواهر همدیگر رو دشمنی همدیگر میدونن. و یا اینکه برادر با خواهر و یا دو برادر، عموما هر نکاح خویش و تباری که میشود و مبادا بین آنها طلاق میافتد، دیگر دو عائله که با هم رابطه خونی دارن، نسب همدیگر هستند، فامیل همدیگر هستند، از هم کاملا جدا میشوند و تمام عمر قهری نشوند، هم نسبت همدیگر دعای بد میکنند، نسبت همدیگر بدخواهی میکنند که الکه اینها خودش قطع رابطه است، بد دیدن خویش و تبار و آنها نیکی نخواستن است. برای همین در مسئله قداگی، در مسئله نکاح خویش و تباری هم عزیزان میدونیم که در شریعت نکاح خویش و تبار حلال است، اگرچه هزار و یک قانون این را منع کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دختر عمه خود را به زنی گرفته بودند، دخترک خود را به فرزند عموی خود داده بودند، اما مبادای طلاق بین آنها اگر افتید، این نشود سبب نگردد که قهرگی بین خویش و تبار باشد. و چه خیلی که گفتم قهرگی به زبان آسان است، اما مسئله خیلی جدی است که حتی کم شدن برکت در خاندان می شود. برای آنکه در اینجا حدیث هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند هر جایی که در آنجا قطع خویش و تباری هست و آنجا رحمت نازل نمی شود. بعضی از علما در شرح حدیث می گویند رحمت باران است. قومی که در آنجا خویش و تباری کم است و رابطه های خویش و تباری دیگر بر هم خورده است و آنجا باران نمی بارد، بعضی از علما می گویند برکات به آنجا نازل نمی شود. و البته که نبودن برکت الکی عموما بی سر و سامانی زندگی می باشد. و برعکس این چگونه که حدیث در بخاری هست، در مسلم هم هست، در دیگر کتاب های سنن هم هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من سره ان یبسط له فی رزقه او ینسع له فی اثره فلیصل رحمه. هر کسی که دوست بدارد که عمر او با برکت و دراز باشد یا عمرش دراز باشد، رزقش وسیع باشد، پس با خویش و تبار خود رفت و آمد کند یا با خویش و تبار خود رابطه داشته باشد. و رابطه داشتن با خویش و تبار عزیزان، سلام علیک کردن در وقتی آنها تعزیه داشتنشان تعزیه بیان کردن، در وقت خرسندیشان تهنیت بیان کردن، در حقشان البته در غیب دعا کردن و اگر شرایط داشته باشد به شرایط خود نگاه کرده کمک کردن می باشد. سیله رحم فقط سلام علیکم گفتن و اگر یکی حالتش بد شود گریخته رفتن نیست. سیله رحم فقط الا شما چطور هستید گویان در وقت مصیبتش پشت گردانیدن نیست. سیله رحم برابر سلام علیکم رو در جا داشتن حتما از احوالشون میپرسید و به شرایط خود نگاه کرده، به اقتصاد خود نگاه کرده در حالتهای وزنین آنها به آنها کمک میکنیم و حتی کمکی که با زبان است، با در نزدشان نشستن است، با احوال پرسی هست، اینها همش وسیله رحم داخل می شود. و وقتی به این حدیثی که در بخاری و مسلم است نگاه میکنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی که دوست می‌دارد رزق فراوان داشته باشد. چه کسی که دوست ندارد رزقش فراوان نگردد. همه ما دوست می‌داریم که رزق فراوان داشته باشیم تا که از مردم بی‌نیاز باشیم، اما یکی از سبب‌های اساسی زیادشوی رزق یا با برکت شدن رزق، کمترین رزق الکی حیات شما را مهیا می‌کند، این با خویش و تبار معامله خوب داشتن است. در دوامش بعضی از نفران میگوید عمر در تقدیر است، پس چگونه خویش و تبار با خویش و تبار معامله خوب داشتن عمر انسان را زیاد میکرده است. اینجا چگونه که در فتح الباری هم اومده است، نفرانی که با خویش و تبار خود معامله خوب دارند عمرشان با برکت میگذرند. اگر 60 سال عمر بینن، 50 سال عمر بینن، هم در این عمر کوتاه خود آنقدر برکت دارند از فرزندان صالح، از حیات آسایشته و از عملهای صالح. برای همین به زندگی کدام نفری که اگر خیلی با خویش و تبارش معامله خوب داشته باشد و برابر این به دیگر مردم ظلم نکرده باشد، این شرط رو گذارید. برای اینکه بعضی ها هستن که فقط خویش و تبار من میگویند و دیگران کاملا ظلم میکنند، این هم البته گناه است. برابر با خویش و تبار خود خوب بودن نباید دیگران حق دیگر نفران بیگانه را هم فراموش کنیم. این گونه انسان ها یعنی نفرانی که صله رحم خوب دارند همیشه عمری با برکت دارند. و
نگفته نماند که وقتی که میگوید قطعی رابطه یا با خویش و تباری قهری شدن، با آنها معامله خوب نداشتن انسان رو برکت رو از بین میبرد. برکت یگانه در مال نیست، برکت در آرامش هم هست. یکی بیماری به خانه می آید، یکی می شود که پولی که در دستتان هستید یک باره نابود می شود، یا یکی می شود که چیزی که کردید آن را می کشید. با پدر و مادری خود مشکلی داشتید، حتما با فرزندان خود هم مشکلی در بینتان پیدا می شود. و این چونین وقتی که با خواهر و برادر خود مشکلی زیاد داشتید، روزی می رسد که فرزندان شما هم یک باره با هم مشکلی پیدا می کنند. برای همین در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي و قطيعة الرحم. هیچ گناه نیست که الله جزای آن را به کننده‌اش در دنیا بدهد و در آخرت هم برای او جزا آماده باشد مثل دو گناه. یعنی این دو گناه همون گناهی هست که برابری کردنش و توبه نکردن و اصلاح نشدن انسان جزاش را در دنیا هم میگیرد به خودش موافق، در آخرت هم میگیرد. و این دو گناه کدام است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن یکی بغی که در بعضی از شرح حدیث آمده است که این زناکاری فحش است، در دیگرش ظلم به مردم، دیگرش قطیعت الرحم یعنی با خویش و تباری قهری بودن. وقتی قهری هستید در اینجا خواه و نخواه شما جزای اون رو در دنیا میگیرید. اما اینجا چیزی دیگر هم هست. بعضی ها میگویند آخر خویش و تباری من به من ظلم میکنند، من ظلم نکردم، آنها ظلم کردند و من قهری شدم. اگر ظلم نمیکردند قهری نمیشدم. مشکلی در خویش و تبار من بود، مشکلی در من نبود. و وقتی که درباره قهرگی گپ میزنیم، تمام این قهرگی ها البته که در وقتی که اون طرف ظالم است. اگر شما خودتان ظالم بودید در اینجا باید پیش از آن که آشتی کنید در نزد الله هم توبه کرد و از آن نفر هم عذر پرسید. این رابطه های خویش و تباری که الان گفته استادیم یا اینکه قهرگی که گفته استادیم، اکثریت ظلم از طرف مقابل می شود، خواه و نخواه. یعنی در حیات در هر یک انسان جزء از ظلم بجز پیامبران وجود دارد که خواسته و نخواسته از ما صادر می شود. البته به سبب زور نآمدن بالای نفس یا اینکه با یگان نفری که عموما میخواهد بین خویش و تبار فساد کند باور کردن یکی به دیگر ظلم میکنیم. اینجا حتما باید با آنها رفته اگرچه آنها ظلم کردن خویش و تباری را برقرار کرد، برای آن که حلال کردن یا گناه کردی و من بخشیدم، یا اینکه اگرچه تو مشکل داری اما صله رحمی که الله به من فرض کرده است من اون را پایدار میمونم. اگرچه مثلا گاهی میشود که شما بخشیده نمیتوانید، اونقدر گناهی بزرگ بالای شما کرد، اما این معنیش این نیست که تمام عمر با او قهری مانید، سر دسترخوان با او ننشینیم، با او صحبت نکنیم، حتی در حقش دعای بد کنیم. برای همین حتما باید در همه حالت هم باشد خواهر و برادر ما، تقا و خاله ما، پدر و مادر ما اگر در حق ظلم شده باشد هم با آنها قهرگی حرام است و قطع رابطه است. فقط در یک حالت در نزد جمهور علما، حتی در لجنه فتوا هم آوردگی هستند، اگر انسان میداند که با خویش و تبارش رابطه اش را استوار دارد آنها به این ضرر جدی میرسانند. مثل اینکه به خانه برادرم میروم، یکی میگوید اما او مرا میگیرد و به زندان میکشاند، یا یگان خویش و تبار را به خانه راه میدهم او به خانه من میآید و کار میکند که خانه من ویران میشود. یا مثلا بعضی خویش و تبار همسرم را وقتی به خانه خواندیم یا به خانه اش رفتیم همون روز خانه ما ویران میشود، برای اینکه انسان های جنگجوی هستند. انا در حالت ضرر جدی 100% دیدن، در این وقت میشود که با خویش و تبار فقط سلام علیک را نگاه داشت و نه به خانه اش رفت نه به خانه آورد، اما به شرط اون که همیشه دعا رو فراموش نکنیم که پروردگار آنها را اصلاح کن، خودت آنها را هدایت کن. در غیر این اگرچه عقیده فاسد داشته باشد، به گفته اکثریت بعضی از خواهرها میگویند با پدر خود صحبت نمیکنم،
عقیدهش فاسد است. بعضی خواهرها میگویند من با برادر خود رفت و آمد نمیکنم برای آنکه همسرش حجاب نمیپوشد یا خودش می زده هست. خواهر و برادران عزیز، وقتی که به کتاب صحیح بخاری در کتاب ادب نگاه میکنیم، در آن آورده شده است که حضرت عمر به برادری که در مکه بود و مشرک بود هدیه کرده بودند. حضرت اسماء دختر ابوبکر صدیق از پیامبر پرسیده بودند که پیامبر الله، مادر من مشرکه است، آیا اجازت هست که با او رفت و آمد کنم، زیرا او میخواهد که با من رفت و آمد کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او اجازه داده بودند. این چنین در صحیح بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث عمرو بن عاص است، میگویند البته اولیای من یعنی نزدیکان من مؤمنان هستند، ولیکن خش و تبار پدرم هم هست، یعنی نفرانی که اینجا ایمان نآوردن، اما من به آنها صله رحم را برقرار می‌دارم، رفت و آمد میکنم برای آنکه حق خش و تباری دارن. پس وقتی ضرر جدی نمیرساند، اینجا شما از عقیده خویش و تبار خود پرسیده نمیشوید. شما مسئول حجاب پوشیدن خواهر و مادر خود نیستید. شما مسئول حجاب پوشیدن زن برادر خود نیستید. شما مسئول هدایت کردن و به راه راست ماندن برادر و خواهر خود نیستید. مسئولیت شما اول البته دعوت کردن است، آن هم راهنمایی میگوییم، نه هدایتی که شما یک نفر را عموما از این راه به این راه گردانید، راهنمایی است. دوم، با خویش و تبار رابطه خود را برقرار داشتن است. هر کی هم که باشد، خواه او انسان در گناه آلوده است، خواه اون انسان در عقیده یا در فکر با ما برابر نیست، خیلی براهای غلط رفته است، اما برادر است، خواهر است، رشته خویش و تباری بین ما وجود دارد و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، خویش و تبار به همدیگر نزدیکتر هستند از بیگانه ها. باید با آنها خویش و تباری من را داشته باشیم. برای آن این نکته را خیلی تاکید کردن میخواهم که عزیزان، چگونه که میدونیم تا رفت که مردم میخواهند راه راست را پیدا کنند، مشکل در آن است که بعضی ها بیخبر از احادیث پیامبر، بیخبر از زندگی پیامبر و صحابه ها، بیخبر از خود قرآن کریم به خود دین میسازند. و چطوری که گفتم، بعضی ها میگویند من به خانه ام برادرم رو با همسرش راه نمیدهم. سبب چی است؟ همسر برادرم به حجاب است، روس است، یا اینکه همسر برادرم نفر دیگر است. با آنها دوستی کردن، آن راه خطایی که آنها پیش گرفتن آن را قبول کرده، آنها را کمک کردن، این گناه است. این علکه مسئله به خود ولی گرفتن یک نفر غیر دین یا یک نفری که دشمن دین است داخل می شود. اما صله رحم بین خویشاوندی که گناهگار است وجود داشت و وجود دارد. چگونه که از قصه ابراهیم خلیل می دانیم با پدرش آزر که چقدر پدری عموما از دین بیگانه خود را دعوت میکرد و چطوری که همسر نوح خودش مسلمان نبود، پسر نوح مسلمان نبود، لوط همسرشان مسلمان نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم اقارب خویش و تباری داشتند که مسلمان نشدند و از دنیا رفت. و پس اینجا چی هست؟ مشکلی در آن نیست که ما حتما یک نفر خویش و تباری من است دیندار شد، با او یا هم فکری من بود با او رفت و آمد میکنم، هم فکری من نیست یا هم عقیده من نیست او دشمن من است. این چیز در شریعت وجود ندارد به جز یک حالت، چگونه که گفتیم، اگر در حقیقت رفت و آمد شما به شما ضرر جدی رساند، مثل اینکه رفتم و مرا یک باره به جای رسانید که به من ضرر جدی رسید یا به خانه‌ام آمد و ضرر جدی رسید. اما بالای این هم چگونه که گفتیم نباید دعا فراموش شود که پروردگار خویش و تبار مرا خودت هدایت کن. و این چنین یکی از مسئله هایی که خیلی در خودی مسئله قهرگی با خویش و تبار آمده است. میخوام عزیزان به همین حدیث توجه کنیم. حدیث تقریبا در تمام کتاب های سنن آمدگی هست و نیل درجه صحیح هست که روزی که الله مردم را آفرید یا خلق را آفرید، آن وقت صله رحم به زبان می درآید. و چگونه به زبان در آمدن صله رحم که همه می دونیم صله رحم یک چیز معنوی هست، وجود دارد و دیده نمی توانیم، مثل محبت و مثل بدبینی و چیزهای معنوی در
شرح حدیث بعضی‌ها میگویند از نام صله رحم یک فرشته صحبت میکند، بعضی‌ها میگویند الله قادر است که صله رحم زبان پیدا کند و در نزد الله صحبت کند، بعضی‌ها میگویند این برای مثال است که اگر صله رحم زبان میداشت چنین میگفت. به هر حال باشد، من خودی حدیث را معنیش را میگم و انشالله که به ذهن رفته میرسد. حدیث در بخاری هم هست، چگونه که گفتیم در دیگر کتاب های هم هست. وقتی که الله خلق را خلق میکند، صله رحم دویده آمده میگوید پروردگارم من به تو در همین جایم پناه میبرم و در دوامش میگوید من به تو پناه میبرم از نفرانی که مرا پاره میکنند. یعنی من صله رحم هستم، من رابطه خویش و تباره هستم، من به تو پناه میبرم از نفرانی که مرا پاره میکنند. در این وقت الله میگوید آیا راضی هستی هر کسی که تو را پیوست کند من به او پیوست شوم و هر کسی که تو را پاره کند من هم از او دور شوم. در این وقت صله رحم میگوید آره. و در دوام حدیث الله سبحانه و تعالی میگوید من وصلکی وصلته و من قطعکی قطعته. هر کسی که تو را پیوست کرد من با او هستم، هر کسی که تو را پاره کرد من از او دور هستم، من با او قطع هستم. معنیش این است که کمک الله، اجابت دعا و عموما تمام خیرات الله به نفرانی هست که صله رحم خود را پایدار می‌دارند، با خویش و تبار خود رابطه برقرار میکنند، به هر حالت نگاه کرده با آنها و گفته مردم مراسم میکنند. و رحمت الله، کمک الله دور است از نفرانی که صله رحم خود را پاره میکنند، با خویش و تبار خود قطع میکنند. در این وقت الله نیز با آنها قطع میکند. و اگر به خود حدیث خیلی از نزدیک نگاه کنیم، معنایش این است که الله با کسی هست که او با خویش و تبارش هست، الله از کسی دور است که او از خویش و تبار خود دور است. البته دوری مسافه نه، دوری بدن و جسم نه، دوری قلب ها، دوری دعا، دوری نیکی خواستن و کمک کردن و دیگر عموما خویش و تبار بودن یا رابطه ها را برقرار دادن. برای همین خیلی در این مسئله باید احتیاط شد. بعضی ها هستن میگن همه چیزم هست در خانه آرامش نیست، فرزندان خودم پی هم با هم مشکل دارند. بعضی ها میگن همه چیز هست در خانه برکت نیست، چقدر به خانه پول داخل می شود اما نیست و نابود می شود. بعضی ها میگن دعای من اجابت نمی شود، اگرچه من شبها نمازی تهجد میخونم یا وقتهای اجابت دعا مثل نزول باران و روز جمعه و وقت سحر و اینها رو غنیمت میدارم. عزیزان، یکی درباره خود فکر کنیم. شاید در کنج از دنیا یکی از خویش و تبار ما وجود دارد که از ما رنجیده است و ما با او قهری هستیم. شاید نفری هست که میخواهد با ما پیوست شود اما ما با او قهری هستیم. و اینجا میخوام مسئله دیگری رو عموما به خواهران رسانم. بسیاری از زنهای هستند، بسیاری از بانوان هستند که به خاطر مشکلی که با خوشدامن دارند شوهر خود را با مادرش قهری میکنند، یا به خاطر آن مشکلی که با خواهر شوهر دارند فرزندان خود را دشمن عمه اش میکنند، یا اینکه به خاطر آن که مشکلی که با ینگه خود دارند رابطه اشان را با برادر پاره میکنند. برعکس این مردهای هم هستند که به خاطر اینکه با برادر همسر خود مشکلی داشتن همسر خود را با برادرش قهر میکنند، میگن با برادرت صحبت نکن، برادرت به خانه هم نآید، با جیانهایت صحبت نکن، یا اینکه برادرت که در نزد پدر و مادرت هست تو به آنجا نمیروی، یا حتی به خاطر آنکه مشکلی با بوجه میگویند با بوجه خود دارند دو خواهر را با هم قهری میکنند. این بر علا امر کردن به گناه کبیره است. وقتی شوهر امر میکند که با برادرت قهری شو، با خواهرت قهری شو، با جیانت قهری شو، با عمه‌ات یا هر نفری که فامیلی تو است، در این وقت نباید زن این امر شوهر را اطاعت کند، برای آنکه این امر شوهر خلاف امر پروردگار است. و برعکس هم هرچی گریه کرد و زاری کرد و هرچی کرد هم زن وقتی از شوهر خود طلب میکند که یا طلاقم را بده یا با خواهرت قهر شو یا اینکه خواهرت به خانه ام نآید، عزیزان نباید این گونه زنها اطاعت شوند و حتی حقوق همسری هم در اینجا ندارند که دو صله رحمی که الله امر کرده است که شما با هم صله
رحم را بدارید، امر میکنند که این صله رحم از هم پاره شود. برای همین مسئله که یکی خود با کسی مشکلی میکنیم و فرزندان را با عمه و با تقا و با خاله اش قهری میکنیم یا مشکلی های خود شخصی خود را به دایره عائلوی میدراریم، این الکی عموما بی انصافی بالای این گناه کبیره است که این گونه انسان ها نه دعایشان اجابت می شود، نه این گونه انسان ها در زندگی و در عمر برکت می یابند و نباید از اخلاق خود صحبت کنند، برای آنکه اساس اخلاق رابطه خود را اولا پس از البته پروردگار با پدر و مادر و خویش و تبار خود برقرار کردن می باشد. و چه طوری که گفتم اینجا مسئله های شخصی رو عائلوی میکنیم و دیگر قطع رابطه می شود، اما این رو دانسته مانیم که شوهر حق ندارد خواهر و برادر رو با هم قهری کناند، زن حق ندارد عمه و جیان ها رو با هم قهری کناند و عموما صله رحم رو پاره کناند و این چیز نباید همچون یک مسئله عائلویه که اگر نکردم شاید از همسرم جدا می شوم، اگر نکردم شاید زنم از خانه می رود یا شوهرم طلاق می دهم. نه، این مسئله را باید حتما هم مرد و هم زن بداند که بالای امر پروردگار امر یگان مخلوق اجرا کرده نمی شود. و اینجا چطوری که گفتیم و جز این که مسئله ما از مسئله های دنیوی درباره مثلا میراث و بعضی از پول و معامله های تجارتی باشد، مسئله های شخصی هم هست که متاسفانه یک نفر بیخبر از اون که به گناه کبیره قدم زده ایستاده است، به اون هم گناهی که در دنیا جزاش هست، شاید امروز شاید فردا توبه نکردید پیوست نکردید جزا بالایتان می آید، به خاطر شوهر با برادر خود عموما قطع رابطه یا به خاطر زن با خواهر و با مادر و با پدر خود قطع رابطه. و تمام فرزندان هم وقتی فرزند الکی صاحب عقل شد و به بلاغت رسید، وقتی مادر از او طلب میکند که با عمه یا با عمکت یا با بابا و بیبی و اینها رابطه نداشته باشی، عموما نباید اینجا اجابت شود. و مسئله دیگر مسئله پس از طلاق است که متاسفانه این هم یک دردی است در جامعه، دردی که حتما باید معالجه کنیم. زن وقتی از شوهر جدا می شود، اگر فرزند همراه زن ماند، آن کودک نباید نه پدرش رو نامش رو به زبان گیرد، نه پدرش رو به نیکی یاد کند، نه به عمه و به بیبی و به آن طرف. یعنی مادری که با تقدیر، یعنی تقدیرش بود و جدا شد، که بعد از گذشتن به جز تقدیر چیز دیگری نمیخواهم بگویم، بعد از اینکه جدا شد فرزند رو عموما دشمن خویش و تبارش میکند، نفرانی که خون آنها در بدن این کودک است. یا برعکس این، اگر پدر کودک را گرفت، کودک را چنان تربیه میکند که تمام عمر نه به مادرش، نه به تقایش، نه به خالهش، عموما به خویش و تبار مادرش رفت و آمد داشته باشد، که این هم امر کردن به قهرگی با خویش و تبار، با قطع صله رحم است که الکی هم گناه کبیره است، هم نباید چنین امر شود. اما در این مسئله که از روی شریعت کودک با کی باید بماند و کی حقدارتر است و تا چه اندازه این مشکل در جامعه ما روز از روز می افزاید و پدر از فرزند خود دلخون، فرزند پدری خود را نمی شناسد، یا مادر می خواهد که فرزند پدری خود را نشناسد و نداند. در این باره انشاءالله در یکی از برنامه ها مفصلا صحبت میکنیم. الان باشد به قسم سوال ها میگذاریم و انشاءالله که تا حد توان در جواب سوال های شما عزیزان هستیم. سوال یکم، برادری که خوبی را نفهمید چی باید کرد؟ در دنیا نفرانی که خوبی را نمیفهمند سوال کننده عزیز خیلی زیاد هستند. گاهی می شود که برادر، گاهی می شود خواهر، گاهی حتی پدر و مادر فرزند. این چیز هست در دنیا. همان نفرانی که خوبی را نمیفهمند هستند که نفرانی که خوبی را میفهمند زیاد شوند. برای همین اینجا حتما به این گونه برادر اهمیت نمیدهید، به اون مشکلی اخلاقی که دارد که گویم ناسپاس، قدر ناشناس، نانکور هم میگویند. در این وقت صله رحم را، رابطه را با او پیوست داشتن گیرید، در حقش دعا کنید و نفرانی هستند که هرچی به آنها نیکی کردید
از خود شرم می‌دارند و خوب می‌شوند و نفرانی هم هستند که هر چی نیکی کردید بد شدن می‌گیرند، ناسپاس شدن می‌گیرند. اما به هر حالت این که برادری خونی شما است، اگر میگفتیم یک جوره هم هست، دوستم هست، میگفتیم فقط سلام علیک کرده باشیم و قطع رابطه، یعنی با او رفت و آمد نداشته باشیم. اما برادری خونی که هم هست، اگرچه اخلاق بد دارد و حتی خیلی که در حدیثی که در شرحش در فتح الباری آمده است، حتی مسلمان نباشد هم این حق برادری دارد. خوبی را شما به او کردن میگیرید و یقین بدانید که هر کسی که نیکی که کرد الله آن را فراموش نمیکند. از برادرتان نیکی را ندیدید، حتما از جای دیگر میبینید، یا از فرزند خودتان یا از یک نفر دیگری که عموما بیگانه است. اما جزای نیکی ها همش در خود دنیا هم نصیب میگردد. سوال دیگر: اپا جان، ما همه دادر و خواهر به خانه و فرزند هستیم. دادری خردیم با مادرم در یک حولی زندگی میکنند. کلینی خردیمون به مادرم ظلم میکند، سخت و زار میرسد. ما زندگی دادرم خلالدار نشود گفته چیزی گفته نمیتوانیم. مادرم من خودم خانه دارم گفته در خانه ما بسیار نمی ایستد، نمیدانیم چی کار کنیم. پیش از همه سوال کننده عزیز، همین مسئله که در حقیقت مادرتان ظلم میبینند یا نمیبینند قطعی مادرتان صحبت کنید. برای اینکه بعضی وقت از چت شما نگاه میکنید، از یک کنار گمان میکنید که با مادر خیلی ظلم شده ایستاده است، اما با مادر وقتی صحبت میکنید میگوید نه این چیزی عادی است، من هم با او میگویم او هم به من میگوید، من هم میکنم او هم میکند، به این کاردار نشه. برای همین اولا خود از خود قضاوت نکرده حتما با مادر خود صحبت کنید. اگر در حقیقت مادر ظلم دیده ایستاده است، در اینجا حتما باید کاردار شوید. یعنی در مسئله‌ای که به مادر شما ظلم میشود، اون هم از طرف عروس، حتما در اینجا اول با خود عروس صحبت کنید، شاید یک کم تهدیدش هم کنید که به شوهرت میگویم حق نداری، و سپس با خودی اگر اصلاح نشد به برادرتان رسانید که یا به مادرم خانه الهیده میگیریم تو از اینجا میروی با همسرت، یا اینکه باید مناسبتش رو درست کنه. لیکن به هر حال باید از دو طرف بینید تا کجا سخت و زور میرسد، آیا از هر دو طرف است یا از یک طرف، و آیا توبه کردنی هست یا نه، و آیا شوهرش این رو فهمید و اصلاح کرد، اصلاح می شود یا نه. یک و یک باره قضاوت هم کرده نمی شود و یک و یک باره اگر دیدید که در حقیقت مادر مظلوم است، اینجا مادر رو به حالش ماندن جایز نیست. یعنی کمک کردن به هر یک نفری مظلوم در شریعت امر پیامبر صلی الله علیه و سلم است، لیکن مادر باشد حتما باید برایش کمک رسانید. و چیز دیگر رو هم بدونیم که اونجا عروس است، شاید خدمت میکند، حتما مادرتان اگر سن سالشان آنقدر پیر نباشد خدمتشان رو تا حد توان خودشان کنند تا که به منت عروس مبتلا نشوند. و البته که برادری خردیتان و مادرتان کمک کردن، شما هم دیگر خواهر و برادرها هم اون مادر شما هم هست، حتما باید به هر طرف خواه مادی باشد خواه رفته در خدمتهایش باید در کمکش باشیم. و عزیزان این هم یک مسئله خیلی داغ است که بسیار وقت میگیم عروس خرده ظلم میکند، وقتی از نزدیک میبینیم همه بالای عروسی خردی ظلم کرده استادند. از کجا؟ تمام مسئله یک عائله رو بالای عروسی خردی ماندگی هستند که گویا که در همه چیز مسئول پدر و مادر همان عروس است. شوهرش در روسیه است، دیگر دخترها هستند، نه به کمک مادر می آیند، نه آمده در مسئله مادی یا تحفه یا مسئله دیگر میکنند، در حالی که عروسی خرده هم زندگی خود را دارد، کودک دارد و هم یک انسان است. برای همین اگر دستگیری کردید، حداقل با شیرین زبانی و با رحمت گفتن یا هدیه آوردن، یا اینکه در بعضی حالت ها شما امروز پگاه به خانه مادرتون بروید، ما همراهی مادرمون هستیم، شاید مناسبتش هم خوب باشد. این عموما درباره اکثریت عائله ها گفته ای من بود، نه برای خواهری که این سوال رو دادن با گمان نکنند که من به ایشان این خطاب رو کرده استادم. سوال دیگر: من درباره صله رحم امر معروفی حاجی میرزا رو گوش کردم و خواهش میکنم اگر نام های یکی از دعوتچی ها رو در سوال نمی آوردید خیلی خوب میشد. یعنی گوش کردم با عمکم از سبب میراث باباگی قهرگی داشتیم، خواستم رفته آشتی کنم، او به ما ظلم کرده بود، پدرم فوتیده است،
همه مال و ملکی باباگی رو از خود کرد. ما رو از خانه بابام به کوچه سر کرده بود. ما راه زندگی رو یافته رفتیم. وقتی خواستم آشتی کنم باز عمکم مرا حقارت کرده سر کرد. اکنون من چی باید کنم که سیله رحم رعایت شود؟ پیش از همه سوال کننده عزیز، وقتی شما را حقارت کرد و سر کرد، این را بدانید که شما امر پروردگار را کردید و ثوابتان را گرفتید. و در همین باره حدیث در صحیح بخاری هم هست. مرد به پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده میگوید، عموما جزئیات حدیث در دیگر کتاب های هم هست که من به خویش و تبار خود صله رحم میکنم، آنها باشد مرا میرانند، یعنی سر میکنند. من به آنها مهربانی میکنم، آنها با شدت به من جواب میدهند. من میخواهم نزدشان روم، آنها نمیخواهند مرا ببینند. من چیکار کنم؟ در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر آن چیزی که میگویی حقیقت داشته باشد، بدان که کمک الله بالای تو است، الله به تو کمک میکند. آنها باشد با این کارهایشان گناه بالای گناه و گناه میغلطند. در این وقت شما اجرتون را گرفتید. به هر حال در جای دیدید سلام علیک کنید. اگر بیمار شد به دیدار بینیش رفتید، هرچی سلام کردید شما اجرتون زیاد شدن میگیرد. هرچی حقارت کرد و سر کرد گناهش بالای گناه شدن میگیرد. سوال دیگر، من وقتی زنی امکم را با زنا قپیدم. اکم در روسیه بود. ثبتش را به اکم گسیل کردم، اما اکم از روسیه آمد و به من کرچه کشیده کشتنی شد. مادرم را زد. در اصل آدمی بد نبود، همه را ینگه سبک پایم کرد، اکم را ویران کرد. حالا ما قهری هستیم. اینجا البته که چیزی که گفته ایستادن سوال کننده عزیز همش دهشت است، لیکن به هر حال یعنی جرم یا خطاگی های سنگین از همه انسان میگذرد. و برادر کرد کشیدن و کشتن و چیزهای دیگر هرچی هم باشد، وقتی او پشیمان است و حتی پشیمان نباشد هم سیله رحم را برقرار دارد تا توانست و او مثلا موعظه و از احوال پرسی و از این چیزها، یعنی رابطه ها با هم اگر پیوست شود شاید که اصلاح شود. و البته یک نفری چه خیلی که گفته سعودی سبک با سبب نشود که شما با برادری خونی خود قهری باشید یا اون برادر با مادرش قهری باشد. اما به هر حال که این چیزهایی که اینجا گفته است در اصل گناهگار است، خطاکار برادر است. اما اگر دیدید سلام دهید و از احوالش پرسید که به این اجر و ثواب میگیرید. و در این باره قصه ابوبکر صدیق هم هست، چگونه که در تفسیر سوره نو هست. وقتی خاله بچه ابوبکر صدیق که همیشه کمکش میکردند، خودش یک انسانی کمبغل و فقیر بود، حضرت عایشه صدیقه رو تهمت میکند. مستح وقتی تهمت میکند به زنا یا در تهمت شریک میشود، ابوبکر صدیق میگویند قسم به الله که من دیگر به این نفر کمک نمیکنم. ولی الله میگوید فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم، هم دیگر را ببخشید، فراموش کنید. آیا دوست نمی‌دارید که الله شمایان را ببخشد؟ قسم خود را شکنید و با خویش و تبار اگرچه گناه کرده باشند، هم خطاکار باشند، هم رابطه ها را پیوند دارید. در اینجا ابوبکر صدیق میگویند قسم به الله که من رابطه‌ام را برقرار میکنم، باز به مستح کمک میکنم و من او را بخشیدم. سوال دیگر، با خویش و تبار بینماز چگونه رفت و آمد میکنیم؟ آنها حلال و حرام پرهیز ندارند. با خویش و تبار بینماز درباره رفت و آمد کردن سوال کننده عزیز، کسی به شما نمیگوید که روید خانه او چیزهای حرام بخورید یا اینکه به خانه شما چیزی حرامی را بیاورد و بخورد. فقط سلام علیک میکنید، احوالش را میپرسید، بیمار شد به دیدار بینیش میروید، جنازه داشت به تعزیه خواندن میروید و البته که برابری هر رفت و آمدتون به آنها میفهمانید که این چیزی که حرام است من نمیخورم یا در خانه من همین چیزی حرام وجود ندارد و آنها بدانند که شما عقیدهتون یا در دینتون تا چه اندازه پرهیزگار هستید. اما درباره اینکه او بینماز است و به خانه اش رفتم خوراکش حرام است، خوراک بینماز حرام است، در خانه اش نشستن حرام است، هیچ دلیل ندارد. و چه خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در حمایه عموی خود ابو طالب بودند. ابو طالبی که سالهای دراز پیامبر در نزدشان بودند و در قول راجح یا صحیح اهل سنت و جماعت ایمان نآورده رفتند. و یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که در صحیح بخاری هم هست حدیث، وقتی به حضرت عمر میگویند که این لباس رو بگیر، حضرت عمر میگویند این از شالک است، ابریشم است، خودت این رو من کرده بودی، برای چی به من دادی؟ میگویند
این را به تو دادم تا که به برادرت هدیه کنی. آن برادر بینماز حتی مشرک بود، رفت و آمد با آنها سبب هدایت آنها می شود. اما خودتان را در یک انزوا قرار دادن و آنها را به خاطر بینمازیش عموما همچون یک نجاست شماریدن و حلال و حرام را نمیداند، نه به خانه ام بیاید نه به خانه اش میروم، چنین گپ در شریعت وجود ندارد. و به الله قسم که این یک بافته شده از قولهایی هست که گویا که به نماز عموما نجاست است که نه رفتن نشستن جایز، نه خوردن چای است جایز، نه در سر دسترخوان همراهی اون نشستن جایز. البته اگر عرق می نوشد، گوشت خوک می خورد یا به دین الله مسخره می کند، در اینجا میگوید که من به نزدت نمیروم، برای اینکه در خانه تو همین چیزها هست و من آن را نمیخواهم. ولیکن به هر حال باشد هم جامعه تاجیکی ما نفرانی که از خویش و تبار خود نفرانی متدین باشند وقتی آمدن البته احترام میکنن و حتی نفرانی هستند که کاملا در نزد نفرانی که خویش و تبار نمازخوان خود هستند از حرام حتی صحبت نمیکنند. برای همین سختگیری یا این رو میگم یک تشددی که بی دلیل است یک سو گذاریم. بی نماز باشد هم او حق پدری و عموی و عمکی و خالگی و عمگی و اینها رو دارد که باید رابطه ها پیوست شود، وگرنه خویش و تبار از هم پراکنده می شوند و در روی زمین فساد زیادتر می شود. سوال دیگر، اگر پدر و مادر یا خویش و اقربا بدین باشد هم باید صله رحم کرد؟ الان در همین باره جواب دادم و تمام جواب هایی که در بالا گفتم درباره این بود. سوال دیگر، اگر خویش را نبود دیانت و تقوا، قطع رحیم بهتر از مودت و قرب. سعدی گلستان. درباره این شعر فکر شما چی است؟ شعر سعدی هست و خودتون اینجا نوشتگی هستید که در این باره فکر شما چی است؟ آره، البته که سخن یک شاعر یا سخن یک عالم هر کس که هم باشد وقتی با دین الله، با حدیث پیامبر، با زندگی پیامبر ضد می آید، ما شعر را قبول نمی کنیم. اینجا یک قول مانند به قول سعدی هم هست در نزد علما که امام ابن الحاضر، فقط نام عالم را فراموش کردم، حتی اجماع روایت کرده هستند، ابن عبدالبر بودند و فکرم میگویند وقتی که خویش و تبار به تو زیان میرساند، به خانه‌اش میروی دین الله را مسخره میکند، در نزدت شیشه عرق میماند، اگر نخوردی نامردی یا چیز دیگر میگوید، یا به خانه دعوت کردی به خانه میآید و سیگار میکشد یا دشنام میکند، یا به خانه میآید و یگان گناه به مشغول میشود، انا در این وقت با او قطع رابطه کردن جایز و حتما خبر هم دهی که همین خصلتی که داری به خاطر همین من نه به خانه‌ات میروم نه تو به خانه من بیا. یعنی تو بر علا تجاوز کرده ایستاده حدودها را، برای همین نمیخواهم با تو نشینم. در این مسئله حتی اجماع را ذکر کردگی هستند که همه علما اتفاق هستند که یک نفر بر علا به گناه در نزد چشم شما مشغول است و میداند که شما این را بد میبینید و بر علا مسخره کرده ایستاده است یا میخواهد قهر شما را برآورد، در این وقت نه به خانه‌اش رفتن نه آمدن و حتی یک مدت با او کاملا قهر شدن که اصلاح شود جایز. اما اینکه یک نفر در حقیقت هدایت نصیبش نیست، هرچی گفتید کرده، هرچی میگوید قبول نمی کند، ولیکن وقتی شما رو میبیند احترامش در جایش است، یا به خانه اتان می آید احترامش در جایش است و چه خیلی که گفتم به خاطر وقار از شما در نزد شما از حرام صحبت نمی کند یا به حرام دست نمی زند. در اینجا با این گونه انسان ها صله رحم را برقرار می داریم و آنها حق خویش و تباری خود را دارند و در این بارها نگاه می کنید که قصه ابراهیم خلیل با آذر آمده است، فقط برای نفران مشرک مسئله دیگر است، اما مسئله مسلمان هایی که گناهگار هستند ان شاء الله در این باره هم میخوایم با یعنی خویش و تبار گناهگار چگونه مناسبت کنیم. خیلی مسئله های زیاد از زندگی پیامبر است که صلی الله علیه و سلم وقتی زیاد در این باره صحبت کردیم مسئله ها خیلی وسیع می شود. سوال دیگر، اپا جان پدرم مرد، عمه‌ام آمد، مادری مرا تو در وقتش به مادرم نگاه و بین نکرده بودی گفته از خانه امان سر کرد، در خانه
тағоим калон шудем. 3 додар будем, ҳама пулёб шудем. ҳоло ҳама хешу табори падарим як пояшон дар хонаи мо. Дунё ҳамин хел будааст. албатта ки ба хотири ин ки шумо онҳоро сур намекунед ва мисли он золимон намешавед, шумо аҷри савобатонро мегиред ва ин ҳадиси паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, ваъдаи паёмбар аст ки дар зиндагиятон, дар умратон, дар ризқатон барака меёбед. вале чӣ хеле ки гуфтем, хоҳу нохоҳ зулмеро аз хешу табори худ мебинем. зулми дигаре ҳаст ки аз як нафари наздики худ мебинем, аммо набояд мисли онҳо бошем. яъне ту кардӣ ман ҳам мекунам агар шуд, дунё ба ягон қарор намеояд. ин авфу бахшишу ҳамдигарро, гуноҳҳои ҳамдигарро фаромӯш кардан аст ки инсон дар зиндагӣ оромиш пайдо мекунад. апаи азиз, маро дуруст фаҳмед. ман бемори рӯҳӣ равонӣ дорам. зани дуввум гирифтаам, худ нафаҳмидам. яъне гуфтаниям ҷин доштаму зани дуввуми маро ҷиннӣ гуфта бошад ба гуфтаи муллоҳои дуохун. рости гап, ман савол чӣ робита ба хешу таборӣ дорад нафаҳмидам. барои ҳамин ба ин савол ҷавоб намедиҳам. дигар ба фикрам то ҳамин ҷо ҳаст саволҳо. хоҳару бародарони азизе ки дар барнома бо мо будед ва имрӯз мо асосан чӣ хеле ки гуфтам дар бораи қаҳригӣ бо хешу табор буд ва вақте ки ба қаҳригӣ дар бораи хешу табор суҳбат кардем ва паёмадҳои баъди онҳоро гуфтем ва инчунин суҳбат кардем дар бораи нафароне ки бо хешу табори худ умуман қатъи робита карданд, ҳатман бояд дар хотир дошта бошед ки ҷазое ё сазои амалҳое ки кардем онҳоро ҳатман мебинем ва хешу табор қаҳригие ки бо мо карданд онҳо ҳам мебинанд. барои ҳамин набояд ҳамеша ӯ кард ман ҳам мекунам ва инчунин чаро ӯ зулм карду ман бояд бо ӯ оштӣ шавам. ин гуна масъалаҳое ки умуман инсонро тамоми умр ба қаҳригӣ мекашонад набояд дар зиндагии мо вуҷуд дошта бошад ва хеле аз нафароне ҳастанд ки тамоми умр қаҳрӣ ҳастанд. фақат як лаҳза пеш аз марги худ мегӯянд фалони хешу таборро ман бахшидам ва ё нафароне ҳастанд ки тамоми умр ба хонаи хеши худ қадам намениҳанд. ҳамин ки фаҳмиданд ӯ дар сакароти мавт аст, давида рафта мегӯянд ҳалолам кун. аллакай чандин вақт гузашт, албатта шояд дар назди он нафар ҳалол шудед, дар назди он нафар бахшиш пурсидему бахшида шудем, аммо ба ин муддати дарозе ки ин фарзи аллоҳро мо иҷро накардем ки силаи раҳм фарзи аллоҳ аст, воҷиб аст дар назди ҷумҳури уламо. ба ин гуноҳ чӣ ҷавоб дода бошем ё чӣ ҷавоб медода бошем? ва ин ҷо азизон дар бораи ояте ки дар бораи силаи раҳм аст дар сураи муҳаммад, дар охир ё поёни ҳамин оят ибни касир ҳадисеро бо санади худ овардагӣ ҳастанд ки мехоҳам ҳадисро ба самъи шумо бирасонам. рости гап баъд аз ҳадис шояд барои ман ҳам нав буд ки баъд аз ин ки хондам якбора хеле ҳаяҷонӣ шудам. дар ин ҷо паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯянд вақте ки мардум гапро зиёд мегӯянд, суҳбатҳои зиёду тӯлонӣ мекунанд, бисёр гап мезананд, аммо амалашон кам мешавад. яъне ҳама дар гап ҳастанд, дар амал нестанд. ва инчунин вақте бо забон муҳаббат зиёд асту дар дил буғз зиёд аст. бо забон шуморо дӯст медорам, бародарамед, хоҳарамед, мо бо ҳам ҳастем, аммо дар қалб интизори як шуъуме ё бадбахтии дигар ҳастанд. бо қалб ҳамеша бадхоҳи ҳамдигар ҳастанд. ва инчунин вақте замоне мерасад ки мардум хешу табори худро умуман яксу мегузоранд ва робитаҳоро пора мекунанд, дар ин вақт лаънати аллоҳ нозил мешавад ва ин қавм ҳам кур мегарданду ҳам кар мешаванд. на ҳақиқатро мебинанду на ҳақиқатро мешунаванд ва инчунин нобасомониҳо, нооромиҳо дар байни онҳо хеле зиёд мешавад. агар ба ҳадис нигоҳ кунем, тақрибан ҳамааш алон вуҷуд дорад. чӣ гапҳое ҳаст, чӣ нафароне ҳаст ки аз ину аз он мегӯянд, дар амал агар ҳамроҳашон як ҳафтае, як моҳе, ҳатто 2-3 соате зиндагӣ кардеду ба сафар баромадед, мебинед ки ҳамааш дар забон будасту дар амал сифр ҳастанд. чӣ нафароне ҳастанд ки бо забон ҳамеша изҳори муҳаббат мекунанд, аммо яке мефаҳмед ки ҳамеша интизори пешпо хӯрдани шумо ҳастанд. ва инчунин чӣ қадар оилаҳое ҳастанд ки бо ҳам қаҳрӣ ҳастанд, дар ҳоле ки робитаҳои хун ё робитаҳои насаб дар онҳо вуҷуд дорад. ана барои ҳамин
همین شاید از آن باشد که حقیقت همیشه روشن است و مویان دیده نتوانسته ایستادیم و این چنین هر روز یک بلای یک آفت بالای مردم آمده ایستاده است. با امید آن که این برنامه شما در شما این برنامه ما در شما اثر عملی گذاشته باشد و برابر خارج شدن از این برنامه هم خودی برنده هم شمایان در زندگی رابطه های خویش و تبارا برقرار داشتن را با هم عملی گردانیم و هرگز به قهرگی راه ندهیم، در فکر قهرگی هم نباشیم. شمایان را به الله می سپارم. بگذار الله هر یک ما و شما را در تمام واجباتش، در تمام فریضه هایش و در تمام اخلاق نیک ثابت بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.